شایع‌ترین درد در ناحیه فک و صورت بعد از دردهای دندانی درد در ناحیه مفصل فکی یا تمپورو مندیبولار جوینت هست. این دردها زمانی که شروع میشن اگر که جدی گرفته نشن توی طول زمان میتونن آروم آروم باعث این بشن که دیسک مفصلی ما جابجا بشن یا تخریب دیسک اتفاق بیفته یا چسبندگی مفصل فکی و عدم باز شدن دهان و همچنین آرتروز فکی اتفاق بیفته. خبر خوب این که بسیاری از این دردها توی مراحل اولیه با استفاده از اپلاینس هایی به اسم نایت گارد و همچنین فیزیوتراپی و مدت کوتاهی هم استفاده از دارو میتونن از بین برن. اما اگر این دردها طولانی بشن ما مجبوریم که بیمار رو وارد فاز جراحی بکنیم که درمانهای اون هم خیلی موقعها نمیتونه خیلی مطلوب جواب بده. پس پیشنهاد ما به شما اینه که اگر که درد در ناحیه مفصل فکتون دارید حتما هرچه زودتر برای درمان مراجعه بکنید و اون رو به تعویق نندازید.